خبر خوبه چی بود؟ خبر خوبه این بود که قبرس شمال برای اینکه سرمایه گذار بیاره تو این کشور به ما مجوز اینو داره که میزبان شما باشیم 5 شبانه روز تو این کشور. خب الان من اگه بخوام بیام قبرس چیکار باید بکنم؟ هیچی، شما فقط یه بلیط تهیه می‌فرمایید، برای من با پاسپورتتون میفرستید، من طی 24 ساعت براتون، شایدم زودتر براتون دعوتنامه رو میفرستم، دعوتنامه خرید میفرستم، راحت میتونید تشریف بیارید داخل. زمانی که من بیام قبرس حتما باید خونه بخرم؟ نه اصلا، شما برای بازدید تشریف میارید. هیچ کس نمیتونه همون موقعی که بیاد خونه بخره، چون نفر بیشتر از $10,000 $7,000 نمیتونه همراهتون باشه. شما تشریف میارید، ما در خدمتتون هستیم 3 شب و 4 روز، بازدید از پروژه ها رو انجام میدید، هر چی که خوشتون اومد رزرواسیون میذاریم.